یادی شخصیت‌های محبوب و معتبر ملت هرگز از خاطرها زدوده نخواهد شد. سعید مومن رحیمов از زمره چنین ابرمردان است که نامش همیشه در قلب مردم و محبتش در ضمیر انسان‌های پاکسرشت جایگاهی علاهیده دارد. موصوف سال 1946 در دهه جاروبقل ناحیه تیمورملک به دنیا آمده است. مهارت پهلوانی و زور و بازوی رستمانه‌اش او را در فرصت کوتاه به مردم آشنا نمود. در دانشگاه دولتی کولاب ابتدا تمرین گشتن طرز آزاد را برایش توصیه دادند، اما او در فرصت کوتاه ثابت کرد که مسیر پهلوانی دیگر است. این را هم کارشناسان برجسته وقت در پایتخت وطن محبوبمان درک نمودند و سعید مومن را به شهر دوشنبه آوردند. موصوف سال 1974 دانشکده تربیت جسمانی را ختم کرد و تا این مدت چمپیون چنگ کاراته تاجیکستان عاید به نمادهای گشتن طرز آزاد، جودو و سامبو شد. سعید مومن رحیمov بار اول سال 1973 چمپیون اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی عاید به سامبو شد و همین دستاورد عالی را که برای دیگران آرزوی یک عمر بود، دیگر باره سال 1975 صاحب شد. نمایندگان 15 کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از مهارت این چهره زبردست سامبوی تاجیک آگاهی پیدا کردند و در همه مسابقه ها از فتوت تاجیک کنار می رفتند. در مسابقه محتشم سامبو سپارتاکیاد خلق‌های اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی فرزند فرزانه تاجیکستان سعید مومن رحیمov دلهای میلیون ها نفر مخلصان را به وجه آورد و سزاوار مدال طلا گردید که این دستاورد در آن زمان عالی ترین مظفریت خلق تاجیک محسوب می یافت. همین کامیابی راه تلاش سعید مومن رحیمov را به چمپیونات جهانی سامبو هموار نمود. سال 1975 در شهر مینسک بلاروس پهلوان نامآور تاجیک در عرصه جهانی بار دیگر ثابت نمود که در وزن 100 کیلوگرم در سیاره کسی با او برابر شده نمیتواند. این کامیابی ملت تمدن ساز و فرهنگ سالار تاجیک را میان دولت‌های ابرقدرت گیتی معرفی ارزنده نمود. هرچند مشکلات و مانعه‌های زیاد را در رقابت‌های انفرادی مرحله اساسی در قهرمانی جهان به میان آورده باشد هم، ولی سعید مومن توانا و با ناموس از راه خود برنگشت و تا به آخر مبارزه برد. اولین شخصی که نامش را با حرف‌های زرین در صحافت ورزش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در چمپیونات جهان عاید به سامبو میان تاجیکان درج نموده بود، این سعید مومن رحیمov میباشد. تنتنه استقبال و صمیمیت خوب مردم به دل جهان پهلوان محبت ورزش و پهلوانی را دیگر باره افزون نمود. فعالیت خود را به حیث سرمربی منتخب تاجیکستان عاید به سامبو سعید مومن رحیمov چند ادامه داد و شاگردان زیادی بالای قد را به کمال رسانید و مکتب فتوت و تهمتنی خود را نیز بنیاد نمود که امروزها صدها نفر در مسیر مظفریت‌های این چهره زبردست کشتین تاجیک گام‌های
استوار می‌نهند. سعید مومن رحیموف از سال 1995 تا سال 2004 مسئولیت سیاست ورزش میهن را همچون راهبر به دوش گرفت که در این مدت 9 سال ده‌ها برنامه و کنسپسی‌های کمیته تربیت جسمانی و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیدند و تا به امروز آنها ماهیتشان را هم گم نکردند. سالهای 2004-2008 سعید مومن رحیموف همچون پرزیدنت فدراسیون جودوی مملکت زمینه‌های دیگری رشد این ساحه را به میان آورد که آن در تربیت سالم نسل امروز و فردای میهن نقش کلیدی دارد. فرزند مرحوم سید احتم رحیموف پیروهای پدر را ادامه داده در چمپیونات آسیا آید به جودو صاحب مدال برنجی، در چمپیونات جهان آید به سامبو برنده مدال نقره، غالب و جایزه‌دار جام جهان آید به سامبو نیز گردیده است. او اشتراکچی بازی‌های المپی سال 1996 در شهر اتلانتای ایالات متحده آمریکا می باشد. کارنمایی و خدمت‌های شایسته این ابرمرد گشتین تاجیک تا ابد در تاریخ غنی ورزش ملت باقی میماند. خصلت و اطوار حمیده، فتوت و جوانمردی، خاکساری و پاکطینتی، درک مسئولیت والا، شجاعت و حس ناموس وطنداریش همیشه نمونه عبرت امروز و آیندگان خواهد بود. زنده و جاوید ماند هر کی نکو نام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. روانت شاد و دنیای آخرتت آباد باد ای ستاره درخشان ورزش میهن.